بخوایم این بخش از برنامه را برای اولین بار در روشنلات نیوز فارسی تقدیم کنیم. برای من خیلی سخته، خیلی وقت من فارسی صحبت نکردم، طبیعی هم هست دیگه، ولی به دلیلی که این موضوعی که امروز داریم در موردش صحبت می‌کنیم مخاطب اصلی شاید کسانی باشند که در مورد تاریخ و تاریخ کردستان به خصوص در استان ارومیه دارن تحریف‌های تاریخی عجیب و غریبی می‌کنن. آخرین بحثی که وجود داشت بخش حقوق بشری کانون وکلای آذربایجان شرقی یک نامه عریض و طویلی در منتشر کرده بود که در این نامه از حکومت رژیم جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قویاً در مورد مهاجرت کردهای به قول آنها عراقی به بخشای از کردستان تحقیق کنند و نسبت دادنشون به حتی همکاری با اسرائیل و جرایم دیگه هم دیگه که این هم که بالاپوز این بحثایی بود که در نامهشون اومده بود. روزنامه نگار کرد و اهل ارومیه کاک رسول گلبان با ما هست، اگرچه فکر کنم با فشارهایی که کانون وکلاهای استانهای ارومیه، بخشی البته ارومیه و کرمانشاه و استان سنندج کردستان هم و فشار افکار عمومی و کلن وکلای کرد این نامه از صفحه وکلای استان آذربایجان شرقی امروز عصر حذف شده، ولی این نیتی که پشت این جور نگاه ها به کردستان و به کردها در کردستان است و فکر کنم هیچ تغییری نمیکنه. به همین دلیل با آقای گلبان در این مورد صحبت میکنیم. این پانتورکا عملا دارن شمشیر رو از رو کشیدن و نامه آخرشون هم که حتما شما خوندید. دلیلش چیه؟ چرا این همه حساسیت وجود داره در مورد کردها به خصوص در استان ارومیه؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان روشنلات نیوز. کاکشیوار، پانتولک ها جدیدن این شمشیر رو از رو نبستن. پانتولک ها دهه هاست این شمشیر رو از رو بستن، اما متاسفانه حالا بگیم چه فعالین ما، چه کسانی از ما که در بدنه حکومت و جمهوری اسلامی هستن نمیخوان این رو قبول کنن یا نمیخوان مردم عادی به این مسئله پی ببرن. دهه هاست که کرد داره در کردستان روشنلات انکار میشه، سرکوب میشه، جهاد علیه کرد، فتوای جهاد داده شده و این اواخر هم که دیگه پانتورک ها با لباس مذهبی گری، با لباس شیعه گری دیگه اون چه که تا الان نشده بود، تا یک دهه پیش اگر نشده بود، هر بلایی خواستن سر کرد آوردن، زندانیش کردن، برچسب بهش زدن، مجبور به آوارگیش کردن، مجبور به پناهندگیش کردن و اون چه اخیراً در ارومیه مشاهده میشه، من فکر میکنم یک دلیل اصلیش رأی آوری، من میگم سه نفر از کردهای ارومیه در انتخابات مجلس بود که اجازه دادن 2 نفر برن و 1 نفر رو مصلحتاً ترک گذاشتن در لیست. دلیل دوم و خیلی باید روش کنکاش بشه، بحث نوروز کردی، برپایی نوروز کردی در ارومیه هست. نوروزی که سالیان سال داشت سرکوب میشد، مردم نهایتاً به چند تا نوروزگاه خیلی کوچیک در حد چند روستا بسنده میکردن و اجازه بهشون داده نمیشد یک مراسمی که سالهاست در خون این مردمه برگزار بشه. اما
دو سه سال اخیر حالا با اون برنامه‌ریزی هایی که شده از طرف خصوصا فعالین، تعدادی از فعالین و اعضای فعلی شورای شهر که اعضای کرد، خوشبختانه این نوروزگاه به یک شده صدای کردهای ارومیه در سطح کردستان و در سطح جهان. و به نظر من پانتورکیست و اون به اصطلاح بگم سیستم هویت طلب ترک داره خودش رو در ارومیه در خطر میبینه، وجود خودش رو در خطر میبینه و از اون موقع، یعنی از 2 سال پیش تا کنون، تمام زورشون رو میزنن که به هر نحوی القا کنن که یا کرد در ارومیه نیست یا اینکه کرد مهاجر هست به ارومیه. حتی خود روی خود این لفظ مهاجر هم و اون چیزی که در بیانیه اومده میشه صحبت کرد. ببخشید، با پیشفرض این که اون چیزی که کانون وکلای تبریز گفته درست باشه، 1,000,000 خرده‌ای نفر از عراق اومدن به استان ارومیه، این 1,000,000 خرده‌ای مگر مهاجرن؟ اینها به اجبار آواره شدن، از مرز رد شدن و حکومت پهلوی به اجبار اینها رو اسکان داده. اینها مهاجر نیستن، اینها پناهنده نیستن، یک سری آواره بودن که بعد از اقداماتی که شد، بعد از خصوصا سال 91 به این ور 1991، اینها به سرزمینشون برگشتن. آواره هایی که به سرزمینشون برگشتن، حالا شاید مثلا در استان ارومیه کمتر از 100 خانواده مونده باشه، کمتر از 100 خانواده، و در استانهای دیگر، حتی در استان خراسان هم اگر اشتباه نکنم، اصفهان و حتی در تبریز هم چند خانواده‌ای موندن. اینها آواره هایی بودن که به سرزمینشون برگشتن. اصلا کاغ رسول، پناهنده هایی که مثلا اومدن از رژیم پهلوی بعد 75 میلادی، چه بعد 91 و 92 که بود، خب تو که اومدن اونجا شناسنامه نگرفتن، همه یک کارت فکر کنم سبزی داشتن که اصلا تبعه عنوان نمی شدن که مثلا حالا بیان تحصیل دموگرافی داشته باشن بر عراق. استفاده از لفظ پناهنده برای اینا کاملا اشتباهه. یک تعداد آواره بودن، آواره هایی که به خود شما حتی یک برگه شناسایی، کارت شناسایی بهشون داده نشده و حتی برای تحصیل در مدرسه، تحصیل در دانشگاه و خیلی موارد دیگر با مشکل، هنوز هم اون تعداد قلیلی که موندن با مشکل مواجه هستن و اونها هم در برنامه دارن میریزین که برگردن به سرزمین خودشون، به دهاتشون، به شهرشون. و اونهایی هم که موندن، کاکریوار خودتون بهتر از من میدونید، به دلیل اینکه اینجا پیوند زناشویی یا پیوند خانوادگی به این دلیل موندن که اونها هم دارن بساطشون رو جمع میکنن و از این اختشاشات، بگم این ناآرامی هایی که درست شده، دارن ازشون، از ما فرار میکنن. نه دقیقاً، یعنی واقعا همشون رو جمع کنی شاید 100 خانوار هم نشن، حالا که بودن در اشنویه و ارومیه و مناطق. ولی این جامعه مدنی کردها علی خصوص در چند سال گذشته تا حدی توانسته در ارومیه این بالانس رو درست کنه که قبلا واقعا نبود، یعنی فشارها به حدی بود، من اونجا زندگی کردم میدونم. ولی یه سوال دیگه پیش میاد، چرا تبریز؟ یعنی هر بیاننامه یا هر چیزی که بسیار تنده بیشتر از تبریز داره صادر میشه و کمتر در حداقل در شهر ارومیه داریم، خیلی هم داریم، ولی احساس میکنم که مرکزیت این پانتورکیسم به تبریز رفته و داره نسخه میپیچه حتی برای تهران و برای کردستان و آذربایجان هم. کاکریوار، برای بررسی این مسئله، این مورد، باید 2 مسئله رو مد نظر داشته باشیم. یک، تبریز گرانیگاه ایران شهری در ایرانه بدون شک، یعنی مشخصا ایران شهری داره از آبشخورش از تبریزه. آذری هایی که ایران شهری رو ترویج میکنن. 2، باز هم گرانیگاه پانتورکیست تبریزه
تبریز ما مطلع هستیم سالیان سال هست که واسه کردستانات، بخش‌های کردنشین ارومیه، بخش‌های مرزی ارومیه برنامه چیده. سالیان سال هست که تبریز از اونجا داره شهروند صادر میکنه به استان آذربایجان غربی و در اون نواری که بین ایران و ترکیه هست زمین‌ها و املاک رو میخره، مناطق گردشگری به اسم گردشگری درست میکنه و آینده نچندان دوری شاهد خواهیم بود که اون مناطق، کسانی که در اون مناطق در حوزه گردشگری کار خواهند کرد تبریزی هایی هستند که زمین های ما رو خریدن. جلسات متعددی در تبریز تشکیل شده که گاهن اخبارش به ما میرسه و در اون جلسات تأکید بر اینه که باید زمین های کردها ازشون خریداری بشه و اونها به شهر بیان، در روستاها نمونن تا ترکیسم بتونه اون فاصله خودش با مرزهای ترکیه رو به حداقل و حتی از بین ببره. به موضوع خیلی حساسی اشاره کردید آقای گرلبان. همین میگم سوال آخر، ترکا و پان ترکا هم قدرت های سافت پاور هم هارد پاور، سخت و نرم درون حاکمیتی دارن و هم در امتدادشون در اونور مرزها هم یه جورایی چند سالیه که خیلی چه از باکو چه از آنکارا دارن استفاده میکنن، واقعا چه استفاده مادی، چه استفاده لوجستیک، چه استفاده معنوی دارن میکنن. کردها به عنوان ساکنان اصلی و تاریخی و که هیچ یک از این قدرت‌های سخت و نرم درون حاکمیتی و بیرون از مرزها هم نداریم، واقعا نداریم، باید چیکار کرد که در بزنگاه‌های دیگه مثل 57 و 58 در ارومیه مشکلاتی پیش نیاد؟ به نظر من اولین کاری که میشه کرد قدرتمند کردن جامعه مدنی در ارومیه. ببینید شما اشاره کردید جامعه مدنی در ارومیه طی یک دهه اخیر به خوبی داشت رشد میکرد و این خوب بود. فعالین مدنی بسیاری هزینه دادن برای این رشد، بعضیا حذف شدن، بعضیا مجبور به ترک وطن شدن و بعضیا الان در زندان هستند. اما متاسفانه حالا چند دقیقه پیشم اشاره کردم، بعد انتخابات و بعد نوروز 2 سال قبل این سرکوب‌های فعالین مدنی به شدت افزایش پیدا کرده، احضار فعالین مدنی در ارومیه به شدت افزایش پیدا کرده. در جریان هم که بسیاری از فعالین احضار شدن، مجبور به اخذ تعهد شدن و متاسفانه به خاطر همین ناآگاهی خانواده ها و حتی جامعه مدنی در ارومیه اینها رسانه‌ای نمیشه و نهادهای امنیتی هر طور که میخوان با این جامعه مدنی رفتار میکنن و متاسفانه داریم میبینیم که این جامعه مدنی داره از هم فرو میپاشه. کسان دیگه‌ای دارن میان جایگزین میشن، به نظر من از بالا دارن میان جایگزین میشن که اصلا تعریف فعال مدنی رو به همکاری با سیستم و جمهوری اسلامی تقلیل دادن. فعالین مدنی که هزینه داده بودن دارن به حاشیه میرن و دیگه به قول کردی میگن خطاندن. شاید این و بعضی هاشون احساس میکنن که این تقلیل گرایی و مصلحت اندیشی هم دارن اینطور باشه، ولی فعالین سرکوب شدن، فعالین دارن سرکوب میشن دیگه. اون چطور بگم، قدرت قبلی نمونده بین در فعالین برای انجام. هر روز دارن تعهد میدن، تهدید میشن، تحقیر میشن. حالا تهدید به کنار، تحقیر میشن. خانواده ها دارن تهدید میشن، خانواده فعالین.
حالا این یک مورد که باید فکر میکنم همه فعالین سطح کردستان رو این موضوع متمرکز بشن و یاریگر فعالین کرد در ارومیه باشن. موضوع دیگه بحث اتحاد هست. ببینید ارومیه بخوایم نخوایم باید به عنوان یک خط قرمز برای کردها و خصوصا احزاب چیز بشه، تعریف بشه، که متاسفانه داریم میبینیم که نیست، این چنین نیست. حالا از 2 سال قبل و بعد نوروز یک سری حرکاتی شده اما اصلا کافی نیست. به نظر من احزاب علیرغم همه مخالفت ها باید در خصوص ارومیه و تا شمال استان ارومیه، از شهر ارومیه تا ماکو و پلدر، به یک جمع‌بندی و یک توافق جمعی برسن و در این خصوص هیچ گونه تعارفی با هیچ احدی، با هیچ سیستمی و با هیچ جریان سیاسی دیگه‌ای نداشته باشند. اگر احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی کردها، که بخوایم که نخوایم، نمایندگان سیاسی ما کردها فعلا این 7 تا حزب هستن، اگر اینا به یک تصمیم قاطع و متحد برسن، فکر میکنم ارومیه حداقل از این بابت نجات پیدا خواهد. خیلی ممنون آقای گلبان، روزنامه‌نگار با سابقه البته و اهل ارومیه که در این بخش از برنامه با ما بودید. یعنی براستی که رسول من کول جنتین لمجه فرسی سنة كله زور سواس لكم كلا قلما بي سپاس بکن رویز تکرار سپاس.